سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم یه رشتگردی زیبا داشته باشیم. گردش در خیابان منظریه رشت. امروز چهارشنبه 13 دی‌ماه و ساعت حدود 4:30 عصر. در بلاگ ما در بخش‌های مختلفی از خیابان یا بولوار منظریه گردش می‌کنیم. دانشگاه علوم پایه، هتل کادوس و هتل پردیس. خیابان یا محله منظریه از محله‌های عیانی و معروف رشت هستش که خیابان نامجو رو به بولوار امام خمینی متصل میکنه. از مکان‌های معروف این بولوار میشه به دانشگاه علوم پایه، ایلان، هتل کادوس، هتل پردیس، پارک بانوان و بسیاری از فروشگاه‌های معروف اشاره کرد. رودخانه گوهررود رشت هم که متاسفانه وضعیت مناسبی از نظر تمیزی نداره هم از این خیابون عبور میکنه. این محله از معدود محله‌های قدیمی و رشت است که هنوز بافت قدیمیش رو حفظ کرده و بسیاری از خانه‌های ویلایی در اون وجود داره. قبلا ولاگ گردش در بخش‌های مختلف شهر رشت، رانندگی در خیابان‌های مختلف رشت رو در کانال قرار دادیم که لینک پلیلیست مربوط به شهر رشت رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. هوایی هم که میبینین هوای بعد از بارونه و واقعا برای گردش و قدم زدن عالیه. جای همه شما عزیزان خالی. در ضمن در این خیابون یک کارگاه باقلواپزی هستش که واقعا باقلواهای خوشمزه درست میکنه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.